سلام به همگی دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. رامین آزادی هستم. یه دوران رتبه 2 کنکور بودم سال 99 و الان دانشجوی پزشکی هستم. سال 5 پزشکی هم. حدود 3-4 ماه دیگه قراره اینترن پزشکی بشم از دانشگاه تهران. تا الان توی این چنل من یه سری اطلاعاتی درباره فضای کنکور و معرفی رشته‌های مختلف تو کنکور گذاشته بودم. ولی الان قراره فضای این چنل یه مقدار تغییر بدیم و وارد یک فازی بشیم به اسم پزشکی. توی این چنل قراره یک سلسله پادکستی رو داشته باشیم با هم دیگه به اسم بیماری‌ها با یک چای، که توی این سلسله پادکست قراره بیماری‌های شایع رو من واسهتون توضیح بدم که چی هستن، عامل ایجادشون چیه، چطور ازشون پیشگیری بکنیم، درمانشون چیه و چه زمانی و چطور به دکتر مراجعه بکنیم. حتما این سلسله پادکست‌ها رو گوش کنید، برای نزدیکانتون، برای دوستانتون بفرستید و یکم میخوایم اطلاعات عمومی خودمون درباره بیماری‌ها رو ببریم بالا. چه خودمون چه نزدیکانمون دور از جون ممکنه به این بیماری‌ها دچار بشیم. بهتره که وقتی دچار شدیم بشناسیمشون و باهاشون آشنا باشیم. این پادکست‌ها رو از دست ندین. دوستتون دارم.